ما کلا سه تیپ مرد داریم، یا مامانیه، یا باباییه، یا یه آدم کلا مستقل از خانواده است. مورد اولو که هممون میشناسیم، هرچی مامانم بگه اونم از اون ور پسرم قربونت برم من. اینا رو وقتی دیدی باید قید 2 متر قد و ریش و پشمشو بزنی. این دنبال یه مامان دوم میگرده. مدل دوم، اونان که وردست بابای وای میسن، تو بیزینس با بابا از خلق و خومنشش، آداب و رسومش همه خط و ربط پیدا میکنه به باباه. اینا رو بخوام بگم به افتضاحی مدل اول نیستن، ولی باز جای بحث دارن، چون وابستگی دارن نسبت به پدره و اون جایگاهش و پولش. و اینجوریه که تو وقتی با اینا ازدواج میکنی انگار که داری با بابای طرف ازدواج میکنی، یعنی انقدر یکی شدن. و اما مدل سوم که فیوریت خودمه، اینا از بچگی آدم بزرگن، منششون، رفتارشون، اصلا اینا رو از بچگی آقا صدا میکنن. اینا خودشون بزرگ شدن، در کنار درس که میخوندن کارم میکردن که بتونن پول تحصیلشون رو بدن، خودشون بیزینس زدن، موفق شدن. اینا حتی زناشون هم خودشون گرفتن، چون معیاراشون با معیارای مامان بابای فرق میکرد. اینا معمولا همسر و پدرای فداکارتری هم میشن، چون روزگار پوست اینا رو کنده. پس مراقب تو که خانواده‌شونی خیلی بیشترن. اینا اومدن حامی باشن، نه اومدن حمایت بشن. اینا برای ازدواج